در سفر، در راه، در ماشین نماز خواندن البته جایز است. شما در هر چی سوار باشین، چی در پاییز باشین، چی در سمالیات ها باشین، چی در ماشین ها باشین، همه حالت در نماز در گردن شما فرض است. وقتی نماز آمد باید که نماز شما ادا کنید. اگر شما گویین که ما مسافریم، ما در داخل این ماشین ها سواریم و خداوند ما را میبخشد، نه، بلکه شما گناهکار میشوید. این گونه اعتقاد نکنید. شما اگر توانین همون ماشینی که در راه هستین، توانین اگر صاحبش سخن شما را رد نکند و گوید مثال پیشنهاد کنید که ما نماز میخوانیم ایستاد، باید که شما بیرون در زمین نماز خوانید. یکی وقتی اون اتوبوس ها باشد که مثال برای یک نفر دو نفر من نمیکنند، یا اینکه اگر من هم کی کنند بسیاری ها مثال در اینجا هر گونه گپ های زیادی میخیزانند، این حالت شما در حالت همون شیشتگی تان نماز نیت میکنیم با اشاره سر نماز